خب توافق مبارک باشه. توافق مبارک. الحمدلله خلیج العربی. خلیج. اما من یک شرط دیگه دارم. چه شرطی؟ اینکه اسم خلیج فارس بشه خلیج عرب. هم شرط منه هم شرط عربستان. الخلیج العرب. زکی. بذار یه تصویر بهتون نشون بدم. بله. اینو می‌بینید؟ اوه بله. اینو می‌بینید؟ نعم. میدونید اسمش چیه؟ چیه؟ نه. آفتابه. الافتابه. میدونید کاربردش چیه؟ کاربردش چیه؟ ما ایرانی‌ها در زمان‌های قدیم وقتی می‌رفتیم مسترا المسترا از آفتابه استفاده می‌کردیم. دستشویی WC. وقتی می‌خواستیم بریم از این استفاده می‌کردیم. میدونید چقدر قدمت داره؟ چقدر؟ لا 2600 سال. منگولا قدمت آفتابه ما ایرانی‌ها هم از شما دوتا اسکول بیشتره. بعد شما می‌خواید اسم خلیج فارس رو به خلیج عرب تغییر بدید. خاک تو سرت کنن دیگه. راست میگه دیگه. خلیج فارس باید خلیج فارس بمونه نه خلیج عرب. اسکل. انا گو خوردم.